دشمنم فهمیده که باید زن رو بزنه، چون زن کانون خانواده است. تو همین آشوبایی که اتفاق افتاد هدف چی بود؟ زدن، آقا میفرمایه هدف زدن ایران قوی بود. با چه ابزاری؟ با ابزار زنها. اگر دیروز تو دفاع مقدس جبهه جنگ سخت فرمانده های ما خرازی بود، همت بود، باکری بود، امروز فرمانده های جبهه جنگ نم شماهایی. این جنگ ترکیبی که به وجود اومده، هر کی تو خونه نشسته میدونید مثل کیه؟ مثل اونیه که امام حسین وقتی حلم ناصر ینصرانی گفت، یه عده گفتن حسین ما زندگی داریم ما خانواده داریم ولی یه زمانشو تنها گذاشت. هر کی تو خونه بشینه و پای این پرچم به عنوان یک خانوم کار نکنه، از اون طیف آدمه. همین نتانیاهوی نجس کودککش تو سازمان ملل امسال و سال قبل وقتی رفت صحبت کرد چی گفت؟ همین ملعونی که مسبب شهادت شهدای مدافع حرم ما بود، همین ملعونی که مسبب شهادت شهدای طریق القدس ما بود، همون موجود نحس تو سازمان ملل میاد دستشو میگیره بالا میگه من در کنار زنانی هستم که تو ایران بدون روسری هستن. خیلی از این دختر خانمایی که تو کف خیابون شما دارید میبینید کسایی هستن که دلشون آماده است رفته تو فضای ولنگار مجازی اینستاگرام یه تحت تاثیر قرار گرفته، روسریه رو سهوا انداخته. نگاش کن میاد گریه میکنه، اسم شهدا که میاد اشک میریزه، برای سید حسن نصرالله داره گریه میکنه، مشکی پوشیده. وظیفه مصطفی سعدزاده جبهه جنگ نم که شمایی چیه؟ دستگیری کن ازش، کمکش کن، تبیین کن. آقا فرمودن خیلی از اینا نمیدونم پشت کشف حجابشون چیه. من هفته پیش که سید حسن نصرالله شهید شد به بچه‌ها گفتم بچه‌ها بلند شید کفیه بگیرید دستتون به عنوان روسری، برید سراغ این دخترایی که روسریاشون افتاده. من به شما تضمین میدم خیلی هاشون بفهمن که همون نتانیاهویی که سید حسن رو شهید کرده همون میگه من در کنار توی بدون روسری هم روسریاشون رو سر میکنن.